دیاری زیبا منظره ناحیه فیض‌آباد. ناحیه‌ای که در مساحت 50 کیلومتر از شهر دوشنبه دورتر جایگیر است. فصل سرمای دیار خیلی شدید بوده، شمال سردشت دویما در دشت‌های هموارش می‌وزد. میان دیگر دهات دهه خوجامرد در نزدیکی مرکز ناحیه جایگیر است که نوبت ما قهرمان برنامه‌مان را از این مکان جویا شدیم. نزد تالار خردکه که در ایستگاه دهه عکس پهلوان جوان امیدبخش این دیار زیبای تاجیکستان محمد شریف نجم‌الدینوف تجسم گردیده است. او در گردن مدال طلا و در دست دیپلم درجه یکم را نگاه می‌دارد. محمد شریف نجم‌الدینوف. صحبت سرراهی ما با اهل جماعتی این دهه در حضور پهلوان محمد شریف از نزد عکسش تا خانه‌اشان طول کشید. نه چندان دورتر از مکان عکس خانه والدین محمد شریف جایگیر است. در راهی کوتاه پرور گوشتین ملی است که از میان خلق برآمده است و با مهارت گوشتگیری دل هزاران مخلص را شیدا کرده است. سالهای 2008 او را پدر برای تمرین به نزد مربی عبدالقادر زاکر برد تا پسر را مشق دهد. در این دیار مشق تمرین میکردیم، در مسابقه‌های مکتبی بیرون از ناحیوی میرفتیم، در داخل کشور اشتراک میکردیم. ایام کودکی محمد شریف بسیار بچه چالاک چقام بود. در خردسالی ذوق رغبتش در گوشتین خیلی زیاد بود. ما نه بلکه در مسابقه بیرون خود بود، در گوشتینگاهی که در داخل در نوروزی ها میگذاشت ما همین را میقتی خودمون میبردیم که همین بچه مثال گوشتین بگیره، مثال همین روحیش بلند شود. بعد پیوسته برآمدش در گوشتین های ملی محمد شریف میان همسالان با گوشتین خوبش نام برآورد. مقصد ما جوانان برای سفربر کردن جوانان که این سیاست پیش گرفته جناب عالی است که برای سالم گرداندن جوانان در راهی ورزش است که ما همچنین مربیان همین ده رئیس جوانان همین ده کوشش به اون خواهر میکنیم که همه وقت همین جوانان در راهی وطن دوستی در راهی ورزش سالم گردانی تربیت نماییم. وقتی ایام کودکی او به مکتب یکم صنف یک او میرفت، وقتی که کودک بود اول این ورزشگاه قشلاق و کردم انا تیار کردم، میخواست که اول مادر جان پدر جان که من بگیرین من مشق کنم. ایام کودکی او همین خیلی مشکلی ها گذرون. انا استاد محترمش عبدالقادر می اومد میگفت که خیلی بسیار عذابای هم کشید، مشکلی هم کشید، نه که ما او را ایام کودکی صنف یکمیش به همین قله‌های بلند برنمودم. از نمودی گوشتینگی طرزی جودو مسابقه بین المللی بین جوانان برگزار گردید. من در آنجا در وزن 73 کیلو وزن‌نمایی بوده و با 4 حریف خود پیروز گشتم و پنجمین حریف من از دولت قرقیزستان بود که با پرتافت ایپان مرا مغلوب نمود و بخریای تسلط بخش من به قهرمان آسیا که بین نورستان و جای چمپیون آسیا شده بود من با آن فوزمایی نموده و آن را مغلوب نموده سزاوار جای سوم گشتم. دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومن رحیموف که داخل شد، بعد از اون من پیش حکومت رئوف رفتم که گفتم معلم رئوف حکومت شما همین شاگردی میرا با شاگردی قبول کنید، بهترین شاگرد است، مشق تمرینش را ادامه دهد. بلکه اون کس سخنی ما را رد نکرد، گرفت. انا این زحمت های آن کس بود که تا این درجه محمد شریف آماده است و سزاوار جای نمایان در مسابقات بین المللی و داخل کشور نایل گشت. سوژه مذکور آخر می‌دهد. وقتی که او به مسابقه جمهوری سفربر بود ما با همسایه ها نشسته بودیم. او به حد بیماری زکام داشت، نمیرم گفت مادر. بعد با هم مسلکمون این اکای سمندر زنگ زدیم با گفت که اگر بیمار باشه تواند نویا بیاید. ما همین کوشش کردیم، خستیم با دستی پر گفتم بچه‌ام اگر تو برای همین مسابقه جمهوری ده تو باید به سری بلند برگردی. ما در جامعه بیمارم. من گفتم که اگر یک بار خطا تمرین که خطا همین مسابقه یک وای که
انشالله تو به قلای بلند برمیگردیم. ما هم سفر شدیم به شهر دوشنبه، راسپور شدیم. بیمار بودم، من به مادرم گفتم من نمیتونم قوزمایی نموده بیا من به این مسابقه نروم. مادرم مرا مجبور کرد، گفت بچم تو انشالله رفته در اونجا با مدال طلا به دهات برمیگردیم. من گفتم خب اوچا جان، من بعد به مسابقه سفربر شدم که در اونجا سزاوار جای اول گشتم. او بعد از аксар дастовардҳои муҳаммад шариф дар соли 2019 ба вуқӯъ пайвастанд. моҳи октябри соли 2019 ӯ дар намуди кураш баромад кард ва барандаи медали тилло шуд. و این مدالро که شما دیده استودید، من سال 2019 ماه 5 اکتبر که من به دولت ازبکستان به شهر تیرمی سفر نموده، در اونجا در وزن 73 کیلو از نمود گشتنگ کورش قوزمایی نمودم و یکمین حریف من از یکم دور آزاد بودم و دوم حریف من از دولت لبنان بود و آن رو من مغلوب نمودم و سومین حریف من این از دولت تایپه خیتای بود، من آن رو مغلوب نمودم و چهارم حریف من ازبک بود و آن رو با پرتافت حلال غالب نمودم. مدال طلا رو به تاجیکستان آوردم و پرچم جمهوری تاجیکستان رو پرافشان نمودم. محمد شریف بجز از چند کشوری همسایه دیگر به مسابقه‌های بین‌المللی سفر نکرده است، اما با وجود کم شرکتش در مسابقه‌ها او دویما با دستاویز به وطن برگشته است. از همه دستاوردی بلند ورزشیش در گشتن سامبو است. تاریخ 11 تا 13 اکتبر سال 2019 نجمیدینوف در حیات تیم کشور برای برآمدن به چمپیونات جهانی گشتن سامبو میان نوجوانان سفربر به شهر تاشکند شد. پایتخت کشور ازبکستان مکانی برگزاری این چهارمین بزرگ ورزشی انتخاب شده بود. محمد شریف تا قسمت فینال به مانع آماده رسید و دیدار فینالی را با نماینده روسیه ایگور سوخاپاروف انجام داد. ایگور سوخاپاروف میان نوجوانان روسیه رقم یک بود. او چمپیونات روسیه اوید به سامبو را با نشان طلا جانباز کرده بود. اما نبرد این پهلوانی روس برای محمد شریف خیلی جالب و شایسته پشت سر شد. مهم مدال طلا محمد شریف به گردن آویخت و به خاطرش سرود ملی تاجیکستان صدا داد. بعد بازگشت به وطن، قهرمان نوی جهان میان جوانان محمد شریف نجم‌الدین و دیگر ورزشکاران کشور را در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان در فضای تنتنوی استقبال گرفتند. خاطررسانی می‌کنیم که محمد شریف نجم‌الدین فعلا دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام جهان پهلوان سید امید رحیموف میباشد. برابر استقبال صمیمی سمبوچیان مملکت برای پاس خاطره در نزد پیکره اولین قهرمانی جهان در رشته سامبو سید امید رحیموف گلچنبر گذاشتند. نجمیدینوف محمد شریف در وزن 74 کیلو سزاوار جای اول گشت که در قسم نهایی به حد حریف دو کرات چمپیون جهان را از دولت روسیه بود، با اون با یک حسابی بلند غلبه به دست آورد. انا این مدال رو که شما دیده استید، این مدال چمپیونات جهان است که در دولت ازبکستان در شهر تاشکند برگزار گردید. من در اونجا در وزن 74 کیلوگرم از نمود گشتنگ سامبو فوزمایی نمودم و از یکم دور آزاد بودم و دوم حریف من از دولت قزاقستان بود و من اون حریف رو به حساب 8-0 مغلوب نمودم و سومین حریف من از دولت آذربایجان بود و اون رو به حساب 12-0 مغلوب نمودم و چهارمین حریف من که روس بود که چگونه شما میدونید که این نمود گشتنگ سامبو از روس ها هست. من به اون قوزمایی نمودم و هیچ میانه رو نگاه نکرده اون رو به حساب 7-3 مغلوب نمودم. این زمان محمد شریف تحت رهبری رؤوف حکمتوف در تالار منهج مشق ورزی میکند. او دانشجوی کورس چهارم دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام جهان پهلوان سید امید رحیموف است. فرزند من از جوان است، ولی نو قدم به همون ساحه ورزش نیاده است گویا که نو نقطه های اولینی
ورزش به دست آورده است. برای همین باید این خصلت‌ها رو با این رفتارها رو با این چیزها رو از دست ندهد. رауф اوро барои куштинҳои мавсимии ҷадид омода карда барои сафар барои ӯ кӯшиш менамояд. дар баробари ӯ медорад ки ин чеҳраи ҷадидро сарпарастони ватандӯст дастгирӣ намуда барои ширкаташ ба мусобиқаҳои намудҳои куштин кӯмак мерасонанд, чунки ӯ қаҳрамони ҷаҳони навҷавонон аст ва миёни бузургсолон низ аллакай ҳонараш шоиста аст.